ایده کارت NFC از اونجایی اومد توی ذهنم که کارفرماها از من میخواستن که طراحی کارتشون یونیک باشه، مثل کیو بانک و بلو بانک. دوست داشتن کارت هاشون ضد آب باشه، بارکدی که روش قرار داده میشه شخصی سازی شده باشه و همه اطلاعاتشون داخلش قرار داده بشه. اما کارفرماها یه چیز دیگه هم ازم میخواستن، اینکه اطلاعاتی که داخل اون بارکد قرار میدن مادام العمر قابل تغییر باشه. خب این تقریبا غیر ممکنه، چون بارکدی که روی کارتتون قرار داده میشه یه لینک مخصوص به خودش رو داره و برای تغییر اطلاعات داخلش باید یه لینک جدید براش تعبیه بشه. شاید تو ویدیوهای خارجی و یا حتی ایرانی دیده باشید که یه کارتی رو سمت گوشی طرف مقابل میبرن و تمام اطلاعاتشون به گوشی طرف مقابل میره. تحقیق کردیم و رسیدیم به NFC. NFC در واقع یک چیپ هست که داخل کارتتون قرار داده میشه و شما مادام العمر هر اطلاعاتی راجع به خودتون و کسب و کارتون که دوست دارید طرف مقابلتون، مشتریانتون و یا کسانی که پرزنتشون میکنید از شما بدونن، میتونید داخل این لینک قرار بدید و یا حتی تغییرش بدید. باید بهتون بگم که کمتر مجموعه‌ای پیدا میشه که 0 تا 100 طراحی با سلیقه خودتون و تولید کارت های ویزیت رو با همدیگه یکجا با هزینه مناسب براتون انجام بده. مجموعه ما تمام این خدمات رو براتون با هزینه بسیار مناسب انجام میده. باید این رو بدونید که این کارت محدودیت شغلی نداره و شما با هر شغلی که هستید میتونید این کارت رو با طرح دلخواهتون به ما سفارش بدید. برای مشاوره و اطلاعات بیشتر کلمه NFC رو برام کامنت کنید.